ویدیو مثبت 18. سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی سرطان آور. توی این ویدیو میخوایم بریم به خزاخیلای اینستاگرام بپردازیم. بله، و پارت نمیدونم چندم خزاخیلای اینستا که میخوایم بمیریم با دیدنش. دور از جونتون البته. بریم سراغ ویدیو. همه آمده ترکیه، ما هم آمدیم ترکیه. قبلا که توی ایران بودم این بودم، آمدم ترکیه این شدم، رسیدم جرمنی این شدم، چون که لختی رو دوست داشت. این از هموطنان عزیز افغانمون بود. من چی بگم آخه واقعا تو لختی رو دوست داشتی فرقی نمی که افغانستان باشی، ایران باشی، بعد بری ترکیه، بعد بری جرمنی. میتونستی توی خونه هر چند تا که دلت میخواد انسان وارد کنی و تولید مثل را صداش حرف نزن. متین شفیعی، آقای متین شفیعی، کی میتونه مثل من عاشق چشات بشه؟ وای نه وای نه، دیوونه این دیوونه بدون چشات چشه. وای نه، نمیتونم من گوش بدم بچه. چیکار کنم من الان؟ میدونم همه حالم، که اگه نباشی بد جوری بد میشه حالم. فاک می اوف هی شیت. زیباترین چهره اینستا. ببینیم چه خانومیه. من با این چهره نچرالم معروف شدم به شاخ اینستا، یعنی زیباترین دختر اینستا که دیگه لازم نیست به چهرش دست بزنه. من با این قیافه تو معروف شدم به بهترین و بزرگترین یوتیوبر کل خونمون. کاش میشد پاز بدیم بریم استراحت کنیم، مثلا هر نیم ساعت بیایم یه پارتشو یه قسمتشو نگاه بکنیم. یعنی فکر میکنید قبل این رو صندلی کی نشسته بوده که یه وسیله استوانه‌ای مانند چیز رو روی صندلی جا گذاشته بوده؟ واقعا کی بوده؟ تو کامنت ها بگید به نظرتون کی بوده. براتون نانا بود. قبلا فقط سیگار میکشید، الان شیرم میخوره. فرمونو کج کرد رفته اون بر. آقا این من حقیقتا چند بار توی ویدیوهای قدیم خزاخیلم واسه 1-2 سال پیش بود توش بودیم بنده خدا، بعد بین خودمون بمونه طرف اومد بهم دایرکت داد که صحبتاشو نمیگم ولی من جوابشو ندادم، ترسیدم حقیقتا واگیر داشته باشه، میدونی؟ نمیدونم خیلی خوب بود، مثلا میخواست بگه همکاری و اینجور چیزا، گفتم بی خیالو، مثلا شخصیتم به اینجور چیزا نمیخوره، با خودم گفتم بی خیالامو. سلطان در تنم واقع خیلی زایه. چشم. تو هم به نظر من برو از زندگی خودت ساقط کن. این مادر جده بذار منش کن اینو. اعصابم خورد شد. این کیه؟ گوریش به تو نیومده. این کیه که داره استریم میکنه؟ این چه خزاخیلی اومده داره استریم میکنه؟ بابا انشو در نیارید دیگه. ببین مثلا من به عنوان یکی از بنیانگذارای استریم ایران جدی دارم میگم یکی دیگه، واسه همینه من دیگه استریم نمیکنم دیگه. چی استریم کنم وقتی پایینو باز میشه توی استریم؟ چی بگم من؟ میخوام مؤدب باشم. ریدید داداش، ریدید به کل کامیونیتی ایران. والا به خدا قبلا یوتیوب برکت داشت، وقتی پایین اسکل باز شده تو یوتیوب ریدن توش. مرد سالاری یعنی این. مرد سالاری یعنی اینا. چاکره. یعنی دیگه تا آخر خودتو بخوری. یعنی دیگه هر چی که زنه داره میگه وات د فاز. تو پول داده بودی به ما این چیزا بگی؟ قشنگ دست زنه رو دیدی ها؟ تو پول داده بودی به آرمانا امام این بود؟ مدترین ویدیوی تاریخ. خسته شدم به خدا، به مولا من خسته شدم. حالا باید دوباره پول بدم، قسم پول بدم بیان اینو برای من درست کنن. خسته شدم. The fuck؟ آقا بعد ندایاسی خیلی وقت دیگه خبری ازش نیست. شما دیدیدش؟ من آخرین چیزی که واسه من تو دایرکت فرستادی این بود که توی یه خونه ای بود توی ایران و گفتش که بچه‌ها منو گوشیمو ازم گرفتن، زندانیم کردن، به زور الان یه گوشی گیر آوردم و دارم استوری میذارم و همین دیگه. من چیز دیگه ای واسم نفرستادید ازش. حقیقتا اخبار روزو شما واسه من میفرستید. بله. از کجا میشه فهمید یکی عاشقته؟ چشای پسر
واسا خانومی جانم آقایی صدامو میشنوی؟ بله نگرانم میشید؟ چرا که نه؟ حالا اینجا باشه آی چی شد؟ این بچه ها دیدی؟ حالا اگه به جواب سوالت رسیدی میشه لطفا بری چون من فردا مصاحبه دارم خانومی برو شام انتظار داری الان من چی بگم برات؟ بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی. انتظار داری چه چیزی از تو جیب بندرات؟ نه واقعا انتظار داری چی بگم الان؟ خدایا پلیز یه تایموت بهم بدید خواهش میکنم. من 4م دبستان فرق دختر رو با پسر رو فهمیدم. البته درست نسل من یه ذره شیش میزده ولی خب دیگه من خیلی شیش میزدم چون خیلی so beautiful. Just want to know. You look so beautiful today. And I hope you have an amazing day. ایران ما می‌خوایم رویه مردم عوض کنیم با کلمات زیبا. نگو تو ایران انجامش دادن. بیخیال جرد میدن آجی. سلام خانم شما خیلی زیبایید. چرا خانم گفتم زیبایید دیگه. این سال دومی. خدا بخیر بیاره. ببین اینو باید بگیرن بکنن تو فتامت تو نشو باید پاره کنن. خیلی معذرت میخوام. چه معنی داره تو ایران دلیل نمیشه. تو خارج داره با شورت میگرده. مامان تو خودش خوشش میاد مثلا بره بیرون با شورت بگرده ملت ایران گنجایش همچین شوخی رو نداره آقا نداره. نمیشه و اینا من انقدر سناریو دوربین مخفی داشتم آقا باید یه چیزی رو بدونی که به طرف توهین نشه. شما خیلی جذابید. گوسفندی چیش معلومه؟ نه تو به من بگو اگر تو 1 میلیمتر از پوست اینو تونستی ببینی معلوم نیست مرد یا زنه و خدا شبیه آدم فضایی هست. اینش معلوم. او بی خیال خدا وکیلی چرا همچین کاری میکنی؟ بعد میاد یارو به من زنگ میزنه فتا آقا پاشو بیا. بی خیال بابا. تو حاضری برای عشقمون چیکار کنی؟ واسه این خیلی آشنای کلیپ. یادم اومد همین پشمام این کلیپ خاطر انگیز بود. اولی شیت. بعد اینم یه ویدیو دیگه منتشر کرده بودن خیلی باحال بود ولی خب یادم نمیاد چی بود. اینم به زور یادم اومد آخرش که مردن. واسم مهم نیستی. طلاق میخوام. داری اصلا من بد خود میکنی. میگه دیگه واسه من مهم نیستی من طلاق میخوام. بعد پایینی هم سک و صورت خودشو میاره پایین میگه جدا من واسم سواله بی شوخی یه ذره صحبتایی که الان میخوام بکنم مثبت 30 ساله خودم نباید حتی گوششون بدم. این پسره شنبولش به قامت میکشه و اون دختره میتونه شنبول را که بر قامت کشیده بر بالین کشد و چی میفهمی آخه تو پسرم؟ خب نکن کل روابط عشق و عاشقی قراره به یه جا مربوط بشه که بتونن با هم همه چیزشون رو با هم چیز کنن اوکی مثلا باشن. اصلا رابطه عشق و عاشقی بز روی همچین نمیتونم بگم به در این چیز نمیخوره. 1000 مثبت 18 ولی خب خدایا چی بگم. بسته بریم بعدی. اندرتشریان یه احمق بزدلی تو به خاطر ترسی که از من داری نمیخوای با من مصاحبه بدی چون که میدونی تو کمتر از 10 ثانیه شکست میدم. من بهترین کشتیگیر اینجا. هیچ کس بهتر از من نیست و هیچ کس کونه مرغه لایق این کمربند نیست چون من بهترینم. داشت نکشیم و خفم بهت دزدی فرصت میدم تا جواب چالش منو بدی. البته که میدونم قبول نمی کنی چون از من ترس شدیدی داری چون به من میگن CM پانک پشمام. لباش اینجوری بود انگار اصلا آندرتیکریانو تازه تخ گذاشته. بفرمایید. بله هم که دیشب بهش باختی
نباشه. حالا چطور زیبا؟ بابا این زیبای ما رو خزاخیل نکنید دیگه ناموسن. انقدر خزش کردن همه دیگه من نمیگم زیبای من. ما از کجا بردی؟ خیال برات نداره بابا، کارت دارم به زنگ زدم. من اولش کار دارم. حالا چی هست کاره؟ پشت تلفن نمیشه، باید ببینمت. کجا هستی؟ هیچ جا بهتر از خونه آدم نمیشه. چرا یاد من علی XCV افتادم؟ علی جوجه تو دوری مخفیا. آی خدا، یکی از بچه‌ها هست تو دوری مخفیای من بود، الان خودش یوتیوبر خوبی، علی XCV. بعد این بنده خدا فکر کنم علی بزرگشه این شکلی بشه، تو دوری مخفیا بود جوجه جوجه بهش میگفتم، کسایی که دیدن میشناسن. اون الله لای گردنت منو کشته. سکسی. اوف بنازم. مثلا من دیگه میخوام برم تغییر جنسیت بدم، یعنی تغییر جنسیت که نمیخوام بدم، میخوام برم گرایشمو تغییر بدم. خیلی جذاب بود. میتونم من BRB یه دستمال کاغذی چیزی بردارم. چیکار میخوای بکنی؟ الان جر میخوری. چیکار کنم الان من؟ بد نبود ولی خب چیکار کنم الان من؟ چرا پسرای ایرانی الان مثلا اینو میرن نگاه میکنن؟ خدایی میگم ببین همین الان ویدیو رو بری ببینی شاید بالا چند میلیون ویو خورده باشه. نه دیدمش اصلا خودمم. فقط مسئله اینجاست که خب برادر من، خواهر من، هر کسی که میخوای مثلا بری اینجور چیزا رو ببینی، توی گوگل سرچ کن دانلود فیلتر شکن. بعد به جای اینکه بخوای اینجور چیزا رو نگاه بکنی و پر و بال بدی به این بنده خدا، یه سایت هایی هست که میتونی بری توش بدون هیچ مزاحمتی کامل به اون نقطه عروجت برسی، یعنی ببینیش. الله به خدا نمیفهمم چرا باید پر و بال بدم به اینجور چیزا. نه خوبی آدم میره نه بدی، جفتشو جبران میکنم. تو بگو 10 سال ما داریم برگم فان. خب نه خوبی یادش میره نه بدی، چیز بدی نگفت. خب به نظر من غذاخیلی نبود. درسته با این تیک تاکریا حال نمیکنن جمله بندیه، ولی خب میگه نه خوبی بدم میره نه خوبی یادم میره نه بدی، جفتشو جبران میکنه. خب جبران کنه. چیز بدی نبود که اون بنده خدا گوزید اون وسط. سلامتی اون دخترایی که پول در میارن واسه آبروشون، نه اینکه آبروشون رو ببرن واسه اینکه پول در بیارن. خیلی چاکریم. ببین من از این مدل تیپ واقعا متنفرم. نمیتونم درک کنم دوستان پسر زیبای من، برادرای گلم، که چی مثلا شلوار کوتاه بپوشی بعد کالج و تموم شد دیگه دورش داداش، تموم شد دورش. یه زمانی بود یه سری زده بود بالا دادن با این مدل لباس، حالا دیگه تموم شد. نپوشید. واقعا من بدم میاد اینجور سبک لباس پوشیدن. نمیدونم. بریم بعدی. یه جا پر از ستاره، یه جا خورشیده، یه جا نه اشتباه خوندی. چرا تو اصلا وسط شعر یه جا ابر. دنیا جهان بخته فکر کنم. قیافش چقدر ترکیده این. ببین خب من دارم همینو میگم نه اشتباه. یه جا ابر آسمون، یه جا پر از ستاره، اشتباه. یه جا آفتابی آسمون داره میباره بی تو. خیلی ترکیده. قبلا خیلی به خودش میرسید. کنم دیگه جیبش پر شده دیگه، واسش اهمیتی نداره دیگه. یارو کلیپ رو دیدی؟ پسر میاد گریه میکنه. تو ویدیو قبلی بود فکر کنم، نمیدونم، میگفت دنیا من از خونه فرار کردم، از خونه منو پرت کردم بیرون به خاطر اینکه کل خونه رو عکس تو رو زدم. من هیچ جایی نرم، شبا زیر پل میخوابم. آرزومو یه بار لایومو اکسپت کنی. اینجوری بود. پشمام ریخته بود من اون رو دیدم. خوشگلم اگه مشکل عاطفی دارید مثل بازگشت معشوق و یا ازدواج، من فقط سید خانم با حضرت اکبر بهتون معرفی میکنم، چون میزان زحمت مشتریشون واقعا بالا بوده. پیجشو براتون میذارم، حتما فالوشون کنید. تو خودت پرش بتونی یه دونه واسه خودت جور میکنی، نمیخواد واسه من جور بکن. اگه اینجور چیزا اوکی بود نیازی نبود تو چشاتو اونجوری کنی، اینا رو اینجوری کنی، جوری کنی، بعد کلا بکوبی از اول بسازی. میرفتی پیش سید اصغر و سید اکبر با چیز میکردن، اوکیش میکردن.
سلام. این همونی که سلام با غیرت نیازی نیست کلانتر حرف بزنه. رابین هود 9/9/99 مبارک. چی ربطی داشت 9/9/99 مبارک؟ خب پاسکل تو 9/9/99 اقدام بکنی واسه اون کار. نمیدونم، من نتونستم بفهمم. اگه من تنها چیزی که مغزم رسید این که مثلا بچه رو 9/9/99 به دنیا بیارن، ولی خب تو اون موقع تازه اقدام بکنی تا بخواد جوش بشه آبش یه ذره طول میکشه دیگه. تونه مایی هم بذاری تو آب 20 دقیقه طول میکشه تا جوش بیاد. بیا بالا بگیر بخوریم به سلامتی ننه. اشمو ننه رو برم جون بابا. چه عرق سگی میزنه. مزم بخور ننه. بخور گلم. بلکو. اصلا مزه خور نیست ننه آجی. ماشاءالله ناز نفسه. تو هنو جوونی عشقم. بنده خدا معدش به بخور. چه اینجوری شده دیگه. داشت بالا می آورد بنده خدا. چه نوای بیشوری داره. حداقل به ننه‌تون برید چیز خوب بدید، آبجو واسش بگیرید، شراب بگیرید. امروز رفتم پیش سولماز جون، گونه‌هامو لبامو برام درست کرده. میخواستم بگم سولماز جون واقعا رید علالولسوم. ببین ریده سولماز ریده داداش. که نمیدونم کجا نمیدونم دارن چیکار میکنن، نمیدونم با کیان. هر موقع زنگ میزنم واسهشون جونم میدم. من خیلی خوردی داداش، میدونم نگرفتد ولی خیلی خوردی. سمیر خانم، زهره خانم، اصلا خانم، سنت خانم که شما رو به خطر افتاد. آتش بگیر بگم چه کشیدم. آقا زنت حالتون سلامتون سلطان سلامتی پته که رفته بودیم چند وقت پیش 3 نفر رو آورده بودن. بعد این بنده خداها پسر بودن، دخترم نبودن حتی. دقیقا همین مدل ویدیو، تازه به این شدت هم نه که دختره بگه تا صبح داداشمی. حالا همونم کاریش نداریم، به منظور حرفش میتونیم رو 6 تا چیز بکشیم بیرون. اینا رو آورده بودن اونجا به خاطر همین بدبختا رو. نمیتونم بگم خیلی بلا اذیت ها اینا شدن، خودمونم شدیم ولی خب خیلی اذیت ها شدن به خاطر همین. بعد این دخترا اصلا نه هیچ. چه سبک صحبت کردنه؟ مثلا تا صبح داشتم بابا داداش گذاشت تو صندوق عقب ماشینش یه چیزی برد خونشون. نکنید بابا، دختر باش. پسراشم به قرآن الان اینجوری نیستن. پسراشم جلو دوربین دارن قیافه میان، یارو میگه دوش بم شدی مگه بررس مگه اینجا. ماشاءالله تو جون یو ابوالفضل شوهرش چی کشیده دستی چوب تو کنه گک تو. اون موقع که ما شاخ خولیم شما یه هفته صبحی بودی یه هفته بعد از داری یاره عمو جون. تو خودت هم همین الان 5 شنبه اولی شت. چی بگم آخه در وصف این خواهر عزیزمون. بچه بیا پایین کسچه نگو سرمون درد گرفت بابا. احتمالا این بنده خدا اون زمانی که احساس میکرده شاخ بوده موز بوده، بعد فکر میکرده که شبیه شاخه. میدونی چی میگم؟ بعد باباشه همینجوری دستش خورده وسط اونها اینو برشته خورده و یه این چیزی که الان دارید میبینید و میتونید ببینید. چی میشد اگه این واقعی بود و سوارش میشدم و پرواز میکردیم تو 7 آسمون و میرفتیم به قلعه پرنسس و اژدها رو میکشتم و پرنسس رو نجات میدادم و با من زندگی میکرد، ازدواج میکرد، زنم میشد، مادر بچه ها میشد و یه پدر نمونه میشدم. چیه نکنه به من نمیخوره پدر مهربونی باشم. نهایتا اگه اون واقعی بشه و بزرگ بشه، شما نمیری به قصر نمیدونم چی و پرنسس رو نجات بدی و نجات بدی و اینجور چیزا. نهایتا از اون شاخی که روی سرشه استفاده های ابزاری میکردی که به در آیندگانت بخوره. نهایتش همین بود به نظر من. مرسی از اینکه این ویدیو رو هم دیدید. دمتون گرم. امیدوارم سرطان مرطان چیزی نگرفته باشید. دور از جونتون. من سرم واقعا این ورش درد میکنه. لایک ویدیو یادتون نره. کامنت بذارید. سابسکرایب کنید. عشقید.